ده نفر در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان در روز بین المللی زنان راهپیمایی کردند. در دستیارها به ضد تبعیض و آزار جنسی زنان داشتند. آنها همچنین به ضد تبعیض همجنسگرایان اعتراض کردند. این راهپیمایی در شهر اوش، یکی از منطقه های محافظه‌کار کشور، برگزار شد. در شهر پیشاور پاکستان روز بین المللی زنان را با بازی کریکت تجلیل کردند. زنان کریکت باز از پیشاور در این روز میزبان رقیبانشان از ایالت کشمیر تحت کنترل هند بودند. بازی کریکت در بین زنان پیشاور بعد تأسیس تیم ملی زنانه در سال 1997 در پاکستان رواج یافت. در شهر کیشینیوف پایتخت مولداوا در روز 8 مارس زنان راهپیمایی همراهی برگزار کردند. راهپیمایی بخشی از معرکه 3 روزه ترغیب حقوق زن در جامعه بود. راهپیمایی در خیابان صورت گرفت که یکی از محله‌های اصلی گلفروشی در شهر است. اما شرکت‌داران می‌گفتند که ما نه گل بلکه حقوق برابر می‌خواهیم. در تاجیکستان که راهپیمایی ممنوع است، در آستانه روز بین المللی زنان یک آثارخانه با نام زنان برجسته تاجیکستان افتتاح یافت که در آن مردم می توانند با دستاوردهای زنان فعال تاجیک و تاریخ گذشته آنها آشنا شوند.